ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی صائمین ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. موضوع این جلسه و این حلقه موضوع ارزش وقت و یا رمضان و ارزش وقت. درسی که ما از ماه مبارک رمضان میگیریم اینه که الله سبحانه و تعالی میخواهد که ارزش وقت را برای ما نشان بده. این وقتی که سپری میشه از ثانیه، دقیقه، ساعت، روز و شب و هفته و ماه و سال و این زمانی که در گذر هست، الله سبحانه و تعالی در این زمان و از این وقت و از این فرصت ها از ما پرسان میکنه و میخواد بفهمانه که این وقت ارزش خاص خود را داره. وقتی ما میگیم رمضان و ارزش وقت، فقط به این نکته کفایت میکنه که یک شب الله سبحانه و تعالی میخواد بفهمانه که اگر یک شب در عمرتو درست و صحیح سپری بشه و در خدمت الله سبحانه و تعالی باشه و به رضایت الله سبحانه و تعالی سپری بشه، بهتر از 1000 ماه است. مسیر 80 و چند سال تو طی میکنی و نزدیک میشی به الله سبحانه و تعالی که او شب قدر هست. لیلة القدر خیر من 1000 شهر، بهتر از 1000 ماه. پس این ارزش وقت را نشان میده. الله سبحانه و تعالی نمیگه که 1000 ماه را تو شب زنده داری کن، من تو را میبخشم و من تو را مورد عفو و بخشش قرار میدهم. نه، میگه یک شب زنده داری کن، اجر و پاداش 1000 ماه را بگیر. پس این نشان دهنده اینه که این شبهایی که از پیش ما به غفلت سپری میشه، این روزهایی که به غفلت سپری میشه، الله سبحانه و تعالی از اینها پرسان میکنه. الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکنه، والعصر، قسم به عصر، قسم به وقت، قسم به زمانه. ان الانسان لفی خسر، انسان در حال خسران هست، در زیان هست. ای انسان، الله سبحانه و تعالی با تأکید قسم یاد میکنه که انسان در حال خسران و زیان هست. اسباب را بیان میکنه که ای انسان، میخوایی از این خسران و از این زیان و از اینها نجات پیدا کنی؟ میخواهید وقت تو درست و صحیح استفاده بشه؟ میخواهید که الله سبحانه و تعالی از تو راضی باشه و از این وقت چگونه استفاده کنی؟ الا الذین آمنوا، مگر کسانی که به الله ایمان آوردن، معرفت به الله سبحانه و تعالی حاصل کردن، مؤمن شدن،
به آنچه که الله سبحانه و تعالی دستور داده که ایمان بیاورید ایمان آوردن. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح انجام دادن. در عمل صالحشان دو شرط قبولیت را رعایت کردن، اخلاص و متابعت از نبی کریم صلی الله علیه و سلم. خودنا فقط به ایمان و عمل صالح اکتفا نکردن، بلکه دیگران را توصیه کردن به طرف حق، توصیه کردن دیگران را که وقت دیگران ضایع نشه، ارزش وقت را برای دیگران فهماندن. و تواصوا بالصبر، و توصیه کردن که در راه حق وقت روان شدید صبر و استقامت و ثابت قدم باش. ماه مبارک رمضان و ارزش وقت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت بشمار 5 چیز را قبل از 5 چیز. شبابک قبل هرمک، جوانی را قدرش را بدان پیش از این که پیری به سراغ تو بیایه. و صحتک قبل سقمک، قدر صحتمندی سلامتی خود را بدان پیش از این که مریضی به سراغ تو بیایه. و می فرمایند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و غناءک قبل فقرک، غنامندی و ثروت و سرمایه خود را قدرش را بدان پیش از این که محتاجی و نیازمندی و فقر به سراغ تو بیایه. و فراغک قبل شغلک، وقتی فارغ هستی قدرش را بدان پیش از این که مشغولیت ها به اطراف تو حلقه بزنه. و حیاتک قبل موتک، قدر زندگی را بدان پیش از این که مرگ به سراغ تو بیایه. از این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خوب میدانیم اگر جوان بودیم عبادت الله سبحانه و تعالی درست و صحیح به جا آورده میتونیم. الله سبحانه و تعالی از جمله کسانی که معذور جز معذورین قرار داده، کسانی که به کهولت سن میرسن، به پیری میرسن. الله سبحانه و تعالی میگه وقتی طاقت ندارید، سن شما بالا رفته، شما روزه نگیرید. سن که بالا رفت روزه گرفته نمیشه. پس ای جوان مسلمان، ای خواهر مسلمان، هنوز پیری به سراغت و نیامده تلاش بکن در سجده خود، در رکوع خود، در قیام خود، در قرائت خود، در صوم و صلات و زکات خود، در حج خود متوجه باش. و صحتک، انسان که مریض شد روزه نمیتونه بگیره، انسان صحتمند روزه میگیره. پس وقتی صحتمندی، الله سبحانه و تعالی مریض، اشخاصی که مریضن جز معذورین قرار داده، برایشان گفته که شما روزه رمضان را افطار کنید و بعد از رمضان فعدة من ایام اخر، با صحتمند شدید روزه را قضا بیاورید. پس این روزه را چی کسی میتونه درست و صحیح بگیره که صحتمند باشه؟ پس ای خواهر مسلمان و برادر مسلمان، وقت خیلی مهمه و خیلی ارزش داره. الله سبحانه و تعالی به اوقات مختلف قسم یاد کرده. همانطوری که گفته والعصر، جای دیگر قرآن میگه والفجر ولیال عشر، جای دیگری میگه والضحى واللیل، جای دیگری الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکنه والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. از این خورشید وقتی قسم یاد میکنه، چون این خورشید هست به خاطر ترتیب و تنظیم این زمان. به طلوع و غروب خورشید معلوم میشه بدایت روز، نهایت روز.
وقتی الله سبحانه و تعالی به قمر یاد میکنه، در جای دیگری وقتی الله اشاره میکنه یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت، این هلال به خاطر اینه که وقتها مشخص بشه. پس بناهاً ماه مبارک رمضان آمده تا ما را متوجه بسازه که ای انسان، این وقت ارزش داره، ارزش وقت را بدان. الله سبحانه و تعالی میفرمایه ثم اتم الصیام الى اللیل، روزه بگیر از صبح صادق تا به غروب آفتاب، از صبح تا شام، وقتش مشخصه، تعیین شده. کسی نمیتونه که بگه روز هوا گرم من شب روزه میگیرم، روزها بلنده من نمیگیرم، در روزهای کوتاه روزه میگیرم. کار اختیاری نیست، الله سبحانه و تعالی فرض کرده و تعیین کرده و ماه را مشخص کرده. عذر نداری باید روزه را در روزهای گرم یا روزهای سرد باید اطاعت از الله سبحانه و تعالی داشته باشی. احکام هر کدام را وقتی نگاه میکنیم، الله سبحانه و تعالی درباره نماز اشاره میکنه ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. این نمازها که خوانده میشه، این نمازهایی که بر مؤمنین فرض شده، واجب شده، از خود وقت مشخص و معینی داره. نمیشه ما نماز ظهر به وقت عصر بخوانیم، عصر به وقت ظهر بخوانیم، ظهر به وقت مغرب بخوانیم، مغرب به وقت صبح بخوانیم، صبح به وقت عشاء بخوانیم. نه خیر، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مشخص شده، تعیین شده. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوال شد یا رسول الله ای الاعمال افضل؟ رسول اکرم چی جواب دادن؟ الصلاة لوقتها، بهترین عمل نماز در وقتش ادا بشه. پس این تاکید که نماز وقت داره، روزه وقت داره، حج الله سبحانه و تعالی در طول عمر یک مرتبه حجر بر کسی که استطاعت و شرایط برایش آماده هست یک مرتبه فرض کرده و او یک مرتبه هم وقت وارد حج میشه یک روز عرفه هست. الحج عرفه، اگر عرفات دریافت حج کرده. روز 9 ذوالحجه روز عرفه هست. اگر کسی قبل از روز عرفه و بعد از روز عرفه بره در عرفات، در دشت عرفات، صاحب هیچ اجر و ثوابی نمیشه. الله سبحانه و تعالی میخواد بفهمانه ارزش وقت. روز عرفات عظمت داره، بزرگی داره، رحمت پروردگاره، شفقت پروردگاره، مهربانی پروردگاره، فقط در روز عرفه، روز 9 ذوالحجه. این تعیین و این مشخصات و این شرافت‌های زمانی و مکانی، همه اینها نشان دهنده ارزش وقت هست. این که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند کلمتان، حدیث اخیر بخاری، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. ای خواهر مسلمان و برادر مسلمان، لحظه فکر بکن آوردن این جمله، این دو کلمه چقدر وقت میگیره؟ شاید کمتر از دقیقه چندین مرتبه انسان بگه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. یعنی در حد 1 دقیقه بیش از 10 مرتبه گفته میشه. با این آسانی به زبان گفته میشه. به ترازوی اعمال سنگین هست، به نزد الله محبوب هست.
این میخواد ارزش وقت رو نشان بده که این وقت خیلی ارزش داره. بعضی انسان ها میگن وقت طلا هست. نه خیر، طلا نیست، بلکه بالاتر و با ارزشتر از طلا هست. ما در دنیا آمدیم، اگر از وقت خود درست و صحیح استفاده کردیم خوشبخت دنیا و آخرت می شویم. اگر از وقت درست استفاده نکردیم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله بدبخت دنیا و آخرت میشه انسان. چی کسان قدر و ارزش وقت را میدانند؟ چی زمان ارزش وقت معلوم میشه و مشخص میشه؟ زمانی که ملک الموت به بالین انسان بنشینه. آن زمانی که ملک الموت به بالین بیایه، من قبل ان یأتی احدکم الموت. انسان چی درخواست داره؟ چی تقاضای داره؟ فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. خدایا یک لحظه فرصت بده تا من در راه تو صدقه بدم، فرصت بده تا من یک سجده داشته باشم، فرصت بده تا من یک آیه قرآن تلاوت بکنم. در آیه دیگر الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی مرگ به سراغ اونها آمد، قال رب ارجعون. آرزوی اینه که ای پروردگار من کاش برگردیم ما. خب برگشتم چی میکنن؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. برگردیم یک عمل صالح انجام بدیم. این آرزوی کسانی هست که ملک الموت به بالین اونها وقتی که می نشینه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرمایند نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دو نعمت هست که مردم، بسیاری از مردم مغلوب میشن در مقابلش. بسیاری از کسانی خسارمند میشن. چیست؟ الصحة والفراق. الصحة والفراق، صحتمندی و تندرستی و فراق، فرصتی که انسان داره. وقت، فراق یعنی وقت. انسان اگر مریض شد اطاعت از الله کرده نمیتونه، عبادت الله را درست و صحیح انجام داده نمیتونه. اگر این وقت و این فرصت از انسان گرفته شد دیگه انسان نمیتونه رضایت الله را به دست بیاره. پس بناهن ماه مبارک رمضان ماهیه که میخواد برای ما ارزش وقت را نشان بده. این همه فضیلت کسی که روزه میگیره، این همه فضیلت که کسی که شب زنده‌داری داره، کسی که تلاوت قرآن داره، همه این مسائل اینها ارزش وقت هست. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده، بر همه خواهران و برادران که همیشه متوجه وقت خود باشن، خصوصا در ماه مبارک رمضان. تو کسی که قرآن یاد داری وقت خود را بگذار در خدمت قرآن. اگر یاد نداری تلاش بکن تا قرآن را یاد بگیری. تو کسی که قرآن را یاد نداری نگو من قرآن یاد ندارم. شروع کن به ذکر الله سبحانه و تعالی. روزانه استغفار بکن، تسبیح، سبحان الله، تحمید، الحمد لله، تهلیل، لا اله الا الله. کام و زبان معطر به یاد الله باشه. نماز بخوان، جود و بخشندگی داشته باش. خلاصه از لحظه لحظه زندگی خود استفاده بکن. ساعتها وقت داریم که موبایل به دست ما گرفته باشه، با فیسبوک و با آل و اسباب های دیگر امروزی، با واتساپ و با توییتر و با فلان و با فلان و با این و اون. وقت داریم که بگذاریم، اما به تلاوت قرآن چرا وقت نداشته باشیم؟ جمله خالد ابن ولید چقدر جمله تکان دهنده هست.
برادر مسلمان و خواهر مسلمان متوجه باش. خالد ابن ولید رضی الله عنه، صحابه جلیل القدر، سیف الله، قرآن رو برمیداره، طرف قرآن نگاه میکنه، اشکان مبارک میریزه، میگه مرا ببخش که چنان جهاد مرا مصروف کرده که من فرصتی به تلاوت تو کم پیدا میکنم و کم فرصت پیدا میشه که من تو را تلاوت کنم. الله اکبر. خالد ابن ولید گریه میکنه که جهاد مرا از تلاوت قرآن و از تدبر با قرآن و از خواندن قرآن مرا مانع شده. جهاد ذروت سنامه، جهاد قله بلند اسلام جهاد هست. امروز مسلمانانی که اشیای لهو و لعب اونها را به خود مصروف کرده، ساعتها پای تلویزیون و پای اینترنت و پای فیلم ها و پای سریال ها و با این و آن گشتن و حرف زدن و با اینها وقت میگذاریم، اما وقتی که به تلاوت قرآن میرسه باز خواب میآیه، غفلت میآیه، کسالت میآیه. الله سبحانه تعالی به حال همه ما رحم کنه، نشه که در روز قیامت قرآن شکایت بکنه و بگه وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول الله شکایت میکنن از دست اون کسانی که قرآن را محجور کردن، یعنی ترک کردن و کنار گذاشتن. الله سبحانه تعالی به ما توفیق بده تا اینکه از لحظه لحظه عمر خود و زندگی خود ما استفاده کنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند در حدیث لا تزول قدم عبد یوم القیامه، اجازه نمیدن یک قدم برداری در روز قیامت حتی تا اینکه سوال میشه از چند چیز، عن عمره فیما افنا، عمر را کجا فنا کردی، جوانی را کجا مصرف کردی، مال را از کجا آوردی و در چی راه مصرف کردی. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که قدر وقت و قدر زندگی خود را بفهمیم و درست و صحیح استفاده کنیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. ای رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان